عزیز میشه که نزدیکتر تشریف بیارین. بابک جان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إنا لله وإنا إليه راجعون. أعوذ
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أو كما قال الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. صدق الله العظیم. ما زیبالاییم و بالا می رویم. ما زیبالاییم و بالا می رویم. ما زدریاییم و دریا می رویم. ما از آنجا و از اینجا نیستیم. ما از آنجا و از اینجا نیستیم. ما ز بیجاییم و بیجا می رویم. کشتی نوحیم در طوفان روح. کشتی نوحیم در طوفان روح. لاجرم بی دست و بی پا می رویم. خوانده انا الیه راجعون. باز می دانیم که کجاها می رویم. خواهران و برادران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضور شما را به مناسبت احترام به وطن و وطنداری و به احترام یکی از خانواده‌های فرهنگی افغانستان و یکی از فرزندان صادق، عادل، متواضع و پیریای افغانستان مراسم تشریف جنازش تشریف آوردیم. مرحوم استاد محمد داوود سیاوش، خداوند به شما اجر نصیب کند و در حسنات شما محسوب شود. دوستان گرامی، از مرگ زیاد شنیدیم و همه هم می‌دانیم دو مفهوم، یکی مواجهه انسان با مرگ و یکی مواجهه مرگ با انسان، متناسب است با شیوه و روش زندگی انسان. جمله مشهوری هم است که زندگی کردن را که انسان بیاموزد، چگونه مردن را میگه خودم خواهم آموخت. دعا میکنه که خدایا زندگی کردن را به من بیاموز، چگونه مردن را خودم خواهم آموخت. نکته اساسی در مرگ نقطه مقابلش است. در یک عبارت و در یک روایت نقطه مقابل مرگ غفلت است. غفلت هم به معنای مذموم به کار رفته، غفلت مذموم و هم غفلت ممدوح. یک جایی که انسان درکی از رسالت میکنه، میدانه که فلسفه آفرینش و خلقتش چیست و به کجا میره و او خود را اسیر خواهشات نمیکنه. این زنجیرها را میشکنه
و امیدی به آینده پیدا میکند، تلاش به زندگی پیدا میکند و ترتیب میکنه برای خودش برای یک سفر بعدی آمادگی های خود می داشته باشه. این مجموعه معتقد هستند که مرگ آغاز یک مرحله از زندگی است. تولد دیگه هم وجود داره و ورود به جهان دیگر، و برای ورودی به اون جهان هم باید آدم الزامات سفر را ترتیب کنه، آنچه که نیازمندی های سفری بعدی را با خود داشته باشه و او معلوم دار که الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان همواره در زیان است، همواره در خطر است، همواره در ابتلاست، در آزمون است و چطور این مسیر را با موفقیت سپری کنید. ارتباط مرگ و ترسی از مرگ با عشق به خدا بسیار برجسته و در هم تنیده است. عشق به خدا افزایش پیدا کند، ترسی از مرگ رو به کاهش است و گاهی هم نه تنها از مرگ نمی هراس انسان که انتظارش را می کشد. در زمانی است که انسان از منیت خودش، از تکبر، از خودخواهی و از اون مسیر عبور کرده. همون ابیات مشهور حضرت مولانا است که نردبان این جهان ما و منیست، عاقبت این نردبان افتادنی است. لاجرم هر که بر بالا نشست، استخوانش سخت‌تر خواهد شکست. نکته اساسی است که ما فلسفه مرگ را بدانیم، منیت‌ها را ختم کنیم، حسد را کنار بگذاریم، تسامح، دوستی، تواضع و همدیگر فهمی و همدیگر پذیری را مبنا قرار بدیم و بدانیم که اینجا ورود ماست و اینجا هم جای خروجی ماست. نکته دیگر در مرگ غفلت مذموم است. جایی است که انسان فکر میکنه که من همچنان ماندگار هستم. تنها مفهومی که عدل به معنای واقعیش در او برجسته است و برازنده است مرگ است. یعنی همه ثابت است برای همه که در یک چنین جایی و در یک چنین مکانی یک مجموعه این چنینی جمع میشن و بالاخره روز انسان به خاک سپرده میشه. یعنی مرگ به سراغ هر کی آمدنی است و اینجا یک عدل به معنای واقعی دیده میشه. اگر انسان بدانه که اینی امتیاز را داشتی نمیری و دیگرانی که امتیاز ندارن میروند، اونجاست که انسان زندگی در زمین تهدید میشه، نیاز به جاهای دیگه نیست. نکته دوم و سوم در حکمت مرگ است که زمان و مکان مرگ مشخص و معین نیست و در این هم یک حکمت وجود دارد. اگر من بدانم که چی زمانی و در کجا میمونم، نعوذ بالله، و این علمی است مربوط به خدای متعال و در اون حالت چرخه زندگی و گردش فعالیت انسانها در زمین متوقف است و در اینجا هم پیام دیگه از مرگ می آید که انسان باید با رنج کنار بیاید و شما میتی را که ما امروز در خاک گذاشتیم نمادی از رنج است. با رنج باید کنار بیایید، با رنج با درد باید آشتی کنید. انسان فرزندش از دست میتره، انسان خانوادهش از دست میتره، انسان دار و نداره که فکر میکنم که متعلق است به اون و به اون وابستگی را از دست میتره و یک نکته انسان را مطمئن میسازه و اون است که الا بذکر الله تطمئن القلوب، قلبها با ذکر خدا آرام میگیرد و ما آرامش و سکون را با یاد خدا تجربه کنیم. هر مسکنی دیگر مقطعی است.
جز این که ما توسل کنیم و آموزه های دین و خود را به خدا بسپاریم که مصداق همین آیت است که انا لله و انا الیه راجعون. این بسیار واضح است. خوانده انا الیه راجعون باز میدانی که کجاها میریم. این مسیر است که به متعبیر وطنی ما و شما برفی است که به بام هر کی خواهد بارید. نکته پایانی یکی مرگی است طبیعی است میآید و برخی مرگها اختیاری است. یعنی به چی معنا؟ انسان همون غرایز ویرانگر را در خودش میکشد، میمیراند. اعدا عدو که نفس کلتی بین جنبی، دشمن انسان در درون انسان، در جای بیرون نیست. توقعات، خواهشات غیر موجه، انحراف از مسیر اصلی تعالی و غایت انسانی که رسیدن به کمال باشه، که دشمن انسان است و انسانی را چطور مهارش بکنه. مهار کردن این عشق به خدا را میتواند. هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یکیچه. راه رسیدن به خدا راهی بسیار پرپیچ و خم است. راهی سوزنده است، میسوزانه و در مسیر را انسان ذوق میشد. روایات بسیار متعددی در این رابطه وجود دارد. نکته‌ای که خدمت شما در پایان عرض میکنم مفهوم دو آیتی است که در ابتدا تلاوت کردم. آیت اول اذعان داره و صراحت داره که مرگ حتمی است. همه در انتظار یک چنین روز خواهند بود. کل نفس ذائقة الموت. مرگ انسان نهایتاً میچشد. آیت دوم مکلفیت ما را نشان میده. ما چیکار باید بکنیم؟ میگه شما در مفهوم به نام انسان تعریف میشید و انسان یک موجود ساده نیست. موجودی است که در کنار پیامبران الهی و در کنار قرآن کریم کلمه کریم برای انسان یادآوری شده. ولقد کرمنا بنی آدم، شریفترین نجیبترین موجود انسان است. انسانی که حامل یک امانت بزرگ الهی است. کدام امانت؟ قرآن کریم میگه امانتی که کوهها از پذیرشش عاجز بود. حافظ زیبا میگه مفهوم این آیت، میگه دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و پیمانه زدند. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار را به نام من دیوانه زد. مسئولیت ما دوست داشتن همدیگر است. مسئولیت ما آمدن به چنین مناسبت هایی است. حق برادر بر برادر دیگر را ادا کردن است. مکلفیت ما وارد کردن آموزه های دین در زندگی ماست. همه ادیان الهی به اتفاق، به تسامح، به تعامل، به گفتگو، به دستگیری از یکدیگر، به تعاون، به کمک، همه اینها تاکید دارند. ادیان الهی اخلاق گرایی را ترویج میکنند و ما مکلفیت داریم که زندگیمان یک زندگی سرشار از اخلاق باشد در همه حوزه ها و در همه بخش ها. و این مکلفیت ما نسبت به یکدیگری است. آرزو دارم که خداوند کریم همه مردگان را، امواتی که در اینجا دفن هستند و در جاهای دیگر، خداوند اینها را مورد غفران و مرحمت قرار بده. آمین. الله تبارک و تعالی میت ما و شما را با شهدا و صالحین محشور بفرماید. خدای متعال آرامش، صلح، هم نودوستی و برادری را در وطن ما حاکم بسازد. آمین. همه ما ملتمان را، وطنمان را دوست داریم. همه ما به اتفاق هر ولایت کشور ما هستند، هر جایی هستند،
از همینجا برایشان احترام میکنیم، برایشان آرزوی صحت، سلامتی و عافیت داریم. برای همه شما از خدا میخواهیم که اجر جزیل عنایت کند بابت حضورتان و غم شریکیتان در این مراسم. دو مناسبت را به این خانواده ما شاهد هستیم که ملت بزرگ افغانستان قدرشناسی خود را ثابت ساخته. هم در مناسبتی که یکی از جوانان برومند این خانواده رخت سفر بست و همه را داغدار ساخت و همه حرمت گذاشتن، قدر کردن خانه مردم آباد. و در این مناسبت هم ملت قدرشناس ما، ملت بزرگ ما ادای تکلیف کردند و در مهربانیشان و در تسلیتشان، در غم شریکیشان سنگ تمام گذاشتند. من بیشتر از این صحبت نمی کنم. در خطا گفتیم اصلاحش بکن، در خطا گفتیم اصلاحش بکن، مصلح تو ای تو سلطان سخن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاک الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. همه از خداییم و رسول خدا خواست. در بعد حادثه‌ای که اتفاق افتاده، ما به عنوان مؤمن و مسلمان باورمند به مقدرات الهی هستیم و در برابر مقدرات الهی تسلیم هستیم، آنچه که از جانب پروردگار است. پدرم روز به خاکسپاری جان گفت که خدا دارد، خدا دارد و ما همه به این باور هستیم که چیزی که از جانب خداست برگشت نپذیرد و در او به عنوان بنده های مؤمن خداوند هیچ نوع اعتراض نداریم و راضی هستیم. اما از اونجایی که در مورد یادسر قبلا هم چیزی نوشته بودم و هموطنانم و برادرانم و خواهرانم در سراسر دنیا سوالاتی داشتن، کوشش میکنم که در چند جمله توضیح بدیم از آنچه که اتفاق افتاده و بعدا برنامه به پایان میرسانیم. آنچه که شهادت پدر من چگونگیش مرموز، مشکوک و سبب برانگیز ساخته است که پلیس آلمان 3 روز پس از ناپدید شدن پدر من جسدشان از فاصله نزدیکتر از 2 کیلومتری خانه ما پیدا کرد. نزدیکتر از 2 کیلومتر. آنچه که دولت آلمان برای ما گفته است که در طول این 3 روزی که پدرم ناپدید بوده با چرخبال، درون، تیم سگ‌های جستجوی و ردیابی، تیمی از ماموران اسب سوار و 10 مامور پیاده پدرم را جستجو کردند. توجه داشته باشیم که ما در مورد یک کشور پیشرفته و مدرن مثل آلمان صحبت می‌کنیم و با دقتی که باید بهش توجه کنیم. آنچه که این مسئله را بیشتر پیچیده می‌سازد است که در روز دوم حادثه از ناپدید شدن پدرم تیم جستجوی سگ‌های ردیاب مسئولانش بر ما میگن که پدرم رد پایش در نزدیکی ایستگاه قطار که ایستگاه عمومی موترها نیست ردیابی شده که از یک نقطه دیگر رد پایش ناپدید میشه. در
مورد دیگر، یکی از همسایگان ما شهادت داده که پدرم را حوالی ساعتهایی که ناپدید میشه در مسیر کاملا خلاف اون جایی که پیدا شد در جاده عمومی در حال قدم زدن بود. ما در حال حاضر انجمن نویسندگان آلمان که انجمن قلم است که پدرم عضو نویسندگان در تبعید انجمن قلم آلمان است، پرونده را برش وکیل گرفتم و ما تمامی سوالات و مسائلی که در رابطه به این قضیه وجود دارد توسط وکیل دنبال می‌کنیم. بر اساس روند کاری کشور آلمان باید ما بر یک مدت زمان صبور باشیم تا نتیجه شود که بعداً بتوانیم در روشنی از او به مردم ما وضاحت بیشتر بدیم. در حال حاضر گمان میکنم که در این حد کافی باشه توضیحی که دادیم. قضیه نهادهای مسئول وعده همکاری دادن، انجمن نویسندگان و قلم آلمان در کنار ما ایستاده و که تا روشن شدن این قضیه دنبال میکنن. ما خود ما هم چه پرونده شهادت یما جان و چه مسئله شهادت پدر من تعهد میسپاریم که ثابت قدم بر دفاع از خونشان میستیم و این راه را ادامه میدیم. همونطوری که جناب استاد فرمودن ما از تک تک مردم شریف و سربلند افغانستان سپاسگزار هستیم که با غم شریکیشان، با بودن در کنار ما، با ایستادن در کنار ما، این سنگینی مصیبت هایی که در این مدت 2 سال و 10 ماه بر خانواده ما آمده، سنگینی را بر شانه هایشون کشیدن و ما تقسیم کردن. ما هر قدر در مورد محبت و بزرگی که مردم افغانستان در حق خانواده ما داشته بگوییم کم است، اما در این مورد بسنده میکنیم که حضور هر یکی از شما خیر مقدم میگیم. خداوند برای شما طول عمر صحتمندی نصیب بکنه، برای خانواده هایتان طول عمر و صحتمندی نصیب بکنه و همه ایتان را در پناه خود داشته باشند. آمین. انشاءالله توسط شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جمعی با روشن‌تر شدن ابعاد قضیه مسائل بیشتری که واضح شود با مردم افغانستان در وقتش شریک خواهیم کرد. سپاسگزار محبت بیشمار شما عزیزان و سروران گرامی هستیم و اینکه از جاهای بسیار دور، از فاصله‌های بسیار دور با این حس صمیمانه و برادرانه و خواهرانه در کنار ما قرار گرفتیم. شما سپاسگزار هستیم. بعد از اینجا برنامه طوری است که شما دعوت میکنیم در مسجد شریف که آدرسش قبلا گفتم تا اون که راهنمایی میکنیم تشریف میبریم اونجا. ایمان است که بعدش نماز و مراسم فاتحه هم امروز انجام میشه و دلیلی که تمام مراسم در یک روز خلاصه ساخته نیست که شرایط کاری و وضعیت هموطنان ما قابل درک است. نمی‌دانیم چندین روز ما زحمت بدیم، برای ما منت بسیاری گذاشتیم به خاطر بودن در کنار ما. خداوند برای شما طول عمر دست بلند میکنیم و دعا میکنیم پروردگار بر از این خانواده صبر جمیل نصیب بگردان، با بردباری و تحفظ و اخلاق اسلامی که اونها روش داشتن پروردگارا در میزان حسناتشان محسوب بگردان. پروردگارا این درجه شهادت که پدرشان داشته پروردگارا تو در دربارت قبول مقبول بگردان. پروردگارا از خودت میطلبیم، تو ارحم الراحمین هستی، تو یک توبی همتا هستی، ارحم الراحمین هستی، رحمتت برشان نشان بده. پروردگار روح پدرشان شاد داشته باش. نحن نقول انا لله و انا الیه راجعون. الحکم لله.